زنگ بیگانه. در این زمانه قریب نفری نیست که تلفن موبیلی نداشته باشد. خرد و کلان، پیر و جوان دارند. و عجیبش این که حتی کودکان خردسال برابر بزرگان و گاها بهتر از آنها هم سرفهم می روند. یک روز به تلفن موبیلیم از رقم ناشناس زنگ آمد. تلفن را برداشتم که از آن طرف صدای شیرین و گوشنواز کودکانه با امید و محزونانه به گوشم رسید. من شما را یاد کردم، خیلی هم سخت یاد کردم. دادا دستر برگرده چی؟ دختر جان، تو اشتباه کردی. رقم تلفن را نادرست چیدی. گوشه تلفن را خاموش کردم و پیش نظرم پسر 4 ساله هم آمد. این دخترچه هم یکی از آن میلیون ها نفر مشتاق دیدار پدر است گفته از دل گذرانیدم. اما غیر چشم داشت. باز از همان رقم زنگ شد. الو. دادا الو. گفتم کن رقم های تلفن را نادرست چیدی. دادا جان من شما را. روز دیگر هم از همان رقم باز هم همان دختر کوچک و ساده محزونانه آهنگ التجاآمیز پدر میپرسید. الو دادا جان من شما را یاد کردم. گاه رقم را دیدن زمان زنگ را خاموش میکردم. و گاه چندین مراتب تلفنم را نمی برداشتم. اما بار رحمم آمد. دلم سوخت به حالش. به هر حال کودک از گفتم و مجبور شدم که کمی دل برداری کنم. الو لبه. دادا جان من شما را یاد کردم. آیا میدانه که چقدر پزمان شدم؟ مادرم میگوید که این رقمی نوی شما است. من رقمتان را حتی نچیدم. مادرم گفت که پدرت برای پول کار کردن رفته است. دادا جان من میدانم که شما برای خوراندن ما بسیار مهنت میکردید. اگر به نزدم آمده نتوانید حداقل با تلفن گپ زنید. از رخساره هایم چشم و گوش هایم بوسید. مهرم جو زده رفت. به اختیار از چشم و روی دخترچه غایبانه بوسیدم و ارکداریش کردم. دختر جان داداش، اصلکی داداش. رحمت دادا جان. شد؟ رحمت بسیار هم خرسند شدم. مایلش خیر من کار دادم. کنده کنده عباره های ساده شیرین کودکانه آمد و علاقه کنده شد. یکان ساعت گذشت یا نگذشت که از همان رقم باز هم زنگ زدن. این دفعه صدای شیرینکی دختری کوچک نبود. الو. الو. سلام. عذری زیاد برادر، چند مدت از شما رو ناراحت کردیم. دخترکم شما رو تشویش داد. بیچاره دخترکم بیمار بود. چند وقت است که از بیماری سرطانی خون عذاب میکشید. داداش در صدمه نقلیاتی وفات کرد و
دخترکم نگفتم. او به این تاب آورده نمیتوانست. دخترکم سخت پدرش رو دوست می داشت. هنگامی رنج کشیش دادش دل برداریش میکرد و شیرین شیرین نوازیشش میکرد. بعدی مرگی دادش دخترکم در عذاب و رنج و زوره های دخترم تاب آورده نتوانستم. در تلفن توکل رقم چیندم و گفتم رقم های نوی پدرت. هیچ فکر نکردم دروغی من باعث ناراحتی کسی شود. عذری زیاد. خدای حاضر، حال دخترتون چه خیر؟ الو. او هم رفت. مرا تنها گذاشت و نزدی پدرش رفت. شما را یاد کردم، خیلی هم سخت یاد کردم. دادا من شما را یاد کردم، جانم درد میکند. دادا جان اگر برای دیدنم آمده نتوانید از یقل با تلفن گپ زنید. از رخساره هایم چشم و گوش هایم بسید. اصلاکی داداش. رحمت دادا جان، رحمت. بسیارم خوشحال شدم، بسیارم خوشحال شدم. از آن طرف با دل پر زار گریستنی زن معلوم بود. همین چند جمله را با زور با دشواری تلفظ کردنش هم عیان بود. دلی من هم شکسته و افگار شده بود که حرف برای گفتن و تسکینش نداشتم.